بنابراین حدیث را شرح می‌دهد. بنابراین قاعده علم تخریج حدیث برادرای عزیز این است که یا حدیث را در تمام کتاب‌های اهل سنت و الجماعت، هر کدام کتاب معتبر حدیث اگر روایت شده باشد همش اول جمع آوری میکنید. اگر تخریج کردنی باشد و خاصتا به حدیث حکم کردنی باشد، حدیث صحیح است یا ضعیف، البته این علم علاهیده است، علم تخریج حدیث، و برای این علم مصطلح لازم است. بعد از آن انسان علم علل، علم جرح و تعدیل، علم تاریخ راوی ها، این چیزها رو اگر دانسته باشد و برزم این علم تخریج را داند، بعد میتونه به حدیث حکم کند. و این چنین اگر علم شرح حدیث که علم علاهیده است، علم حدیث 6 شاخه دارد: علم متون الحدیث، متن‌های حدیث با همراهی سندش، و علم شرح حدیث، و علم مصطلح الحدیث، و علم رجال و جرح و تعدیل. این درباره مردها را یا تعدیل میکنه یا جرح میکنه. و این چنین علم علل، و این چنین علم مصطلح الحدیث که بعضی علما این علم الحدیث درایتا میگن، علم مصطلح الحدیث. 6 علم هست در داخل علم حدیث. و اگر انسان خواه حدیث را شرح دادنی باشد، خواه فهم از حدیث فقه می برداشته باشه، استنباط میکرده باشد، خوب است که تمام روایت های حدیث را جمع کند. و این چون اگر حکم بر حدیث میکرده باشد، چون حدیث ها را شرح میدهد، در دیگر لفظ ها وسیع تر می بیاید.